حالا به این فکر کردی چرا تو کلمه رنگ انگ داریم؟ انگ اوش، انگشت. آر انگ، انگ بزرگ. ار انگ، ار بزرگ. اردوان، ارمش. و فشنگ، توپ انگ، سر انگ، آه انگ. تو همه کلماتی که انگ هست تداوم وجود داره. بهش انگ زدن، حرفی تو دهن مردم چرخی، تداوم وجود داره تو همه کلمات. انگ یک تامغای ترکی کهنه، بین تامغاهای ترکی محفوظ، ثبت شدهش 2000 سالش هست و انگ هر جا دیدی اون کلمه ترکی. انگ رو فقط رو صورت کلمات ترکی داریم، یعنی ذات کلمه اینجاست. مثل آن که آنلamaک، زان zannetmek، زن تو همه زبون ها رفته. چرا؟ چون ترکی زبان مادر. رنگ به این دلیل انگ داره که قابلیت تغییر داره، ولی وقتی رفت روی سطح میشه بویا و رنگ رزی میشه بویاماق. فهمیدی؟ اینا فرقشه که رنگ رو این ور داریم، بویا رو این ور داریم. ثابت بشه، قبل اینکه بشه تغییرش داد، رنگه، تداوم داره. میشه خورده چیزی قاطیش کرد، عوض کرد، رنگش رو تغییر داد و این رنگه. ولی وقتی رفت رو دیوار و خوش شد میشه بویا، بویاماق، رنگ رزی. این ماجرای رنگه که جفتش هم ترکی، حالات مختلفه. قبل رو دیوار رفتن، رو جسم رفتن، خوش شدن، ثابت شدن، قابلیت تغییر رو داره. انگ 3 تا انگ. انگ اوش، انگشت. آر انگ. تمام کلماتی که انگ دارن بدون شک، چون که ثبت شده در بین تامغاهای ترکی هستند.